علیکم دوستان عزیز، من مراجعت سخت با رمضان خالق دارم. اگه دیدی دینیوران نگاه کن. همین اویاکا سر تر رکلام می‌کردی. نه این همین اویاکا سر تر رکلام می‌کردی. نه اومدین قپی دمیش دامجا. برادر احمد برای رکلامات بهترین یعنی که اویاکا هست که هم حج روی میکنن هم دیگه مقصد دستافکا بور آل بین اینجا شب بگیریم اینجا خوبتر است. یعنی که بور با تاجیکستان روی میکنن. بور شکو و یک طرف اکازم سلام علیکم همه شما را رمضان خالق رکلام میکنن. بله ما خطیب بوی رمضان خالق مدت 2 سال شده همکاری میکنیم. ان شاء الله جوردای 50 رکلام خریدگی ما یکا الحمدلله یکم جالب نه طرف مو نه طرف کلینتوی او بله ان شاء الله بخیر که مو همه وقت خدمت رسانی طرف مو آدرس مترو لوگینو بازار لوگینو چایخانه برکت ما دستاف داریم سروش میبینید خودمون که حج فرضی رفتنی ان مقصد اینا جدا پیچت کردن موندگی برای حج فرضی فقط برای آدمایی که گراجدان رسیان اما مقصد میتونن ابرشات سکنن حج عمره بعد عید قربان $1300 سر میشه ان شاء الله برادر رمضان عزیز برادر خوب موقت رمضان الله شاید یگان به حال بعد دهان روگات چی میگن جنگ کردگی نبودیم یا بحثی تلفنی بود کم کرد نه در از من همه شوا بگم که برادر کانال سے ادالت کردم ما کروسیش مسلمانیم تاجیک هستیم بعدی با هر کس یک کس داره بلوگری من که یگان حال الحمدلله اتویت ندادم به هیچ کس اما امی برادر کانال شگون کرده اینا من سیلکای کانال شم میمونم این رقمایی که میبینی رقم رمضان نیست رقم امی برادر ابی کسش که الحمدلله مورم دستگیری کرد مورم مردا که ان شاء الله حرکت میکنیم که در برشون باشیم. برادر عزیز پدران و مادران خواهش میکنم از هر یک از شما همین کانال نوی اکای رمضان خالق کنید. من چیست هم چه یک مسلمان هم چه یک بلاگر یعنی که بلاگر کلیگا میشه مقصد دختر با دختر کلیگا میشه ملیسا با ملیسا کلیگا میشه ما را میخوایم که همین رمضان اکای رمضان ابگو سوم رکلام را ارزان تر کنه تا که همکاری را دوام بده اگه ما دست ما بلاگری نمیاد که یکم کانال وی کنیم دست برآمد کنیم تو چه می‌نام ارزان تر کنه مقصد هم سوم رکلام را دوام بده. اینا دیدی نباش شکایت کردن رمضان مقصد کلیگای ما بلاگر گرچند پس بلندی میگذره ده همه اما برادریم الحمدلله هم صحبت هستیم حرکت میکنیم که چه پس بلندی باشه از طرف ما از بجانبی رمضان بخشش میفرستیم بیام که بود برادر همه بخشش برسید همه خوب شد الحمدلله همه خوب است. میدونیم همچون مسلمان همچون برادر هم رمضان خالق فقط کانال شد دستگیر می‌کنیم کانال نو شد 5000 روپیه 6000 شد اما صاحب 6 شفاکش داریم تو که با همه زندگی بیا یا نون بیا بخره. مراجعت ما همین خبر اگر پس بلندی خواهش میکنم از هر یک کدوم شما ما مسلمانیم ما تاجیک هستیم ملت سربلند هستیم التماس خواهش میکنم همین گپ خبر ننویسید همه ما مسلمانیم خدا نگهدار رمضان پیش ان شاء الله این کانال دایو کانال زود میشه شخصی که جالب زدن اکبر به خدا میسپارم من نمیدونم که برای چی اودالش ده اما رمضان خالق من دایه تیرد پخته زدم هم کانال رمضان رو دستگیر کردم همین اویا کسای برادر رکلام کردم برای که اکای مسلم در برگم هست ان شاء الله اینا بود از اینجا شو تری میفروشن دوخی و این خیلی دم دهانی در دوخی پوخی میفروشن میتونی اجاره بیاری دوخی پوخی بخری دوخی ارزون اچکی شپکای کپکای میخری دوخی همه چیزا این برادرها همین دهانی درش میفروشن با حضور میتونی با چی میگن بیاید ان شاء الله بگیری. خدا نگهدار برادرها خواهش میکنم زنگ بزنید بلیط بخرید و حرکت کنید کانال برادر رمضان دستگیری کنید. السلام علیکم و رحمت الله. بعد برادرایی که یک جو مغازین ادیج در یک شهر نوشن اگرمالی ویدیوش میبره یک ویدیو دیگه کافه وایش میبره فقط صبر باشه که کمتر کارون بسیارن مونتاژور متاسفانه مونتاژور ندارم خود مونتاژ میکنم ویدیوهای شما کاملا ای بی سی مینوت بسیارن مونتاژ کرده گفتم خودم که بامبی چیز که کردم موندن شده. خدا نگهدار.